سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به یک بلاگ دیگه با ما. از جایی که هستین انشالله خوب صحتمند باشین و لباس سفید بر تن داشته باشین. امروز هم میخوایم که بریم و برگر افغانی نوشنجام کنیم. یکی از رستوران های مشهوره که در پاکستان هست و برگر افغانی دارد، اما غذای افغانی نداره. ماشاءالله بسیار نظر اضافت هم بسیار خوب است. اونجا آمدیم دیگه انتظام بیم ویدیو بگیرم دیگه. کرانکوری که وقت چپسه انداخته بود که میخواستم براتون از اول ویدیو بگیرم. دیگه چپس گرم و مزه‌دار انداخته بود. بعد از وام ترکوریش علاوه کرد. واقعا هر چیز وطن مزه میده. هر چیزی که اونجا بخوری اونجا مزهش تو چند است، اما اینجا اگر هر چی بخوری هیچ واقعا مزه نداره. مخنا ایفام از وقتی که افغانستان علاقه دیم پاکستان آمدیم هر چیزی که میخورم میچسلن مزه وطن نمیتم. در بالایش فکر کنم مرچ مساله اضافه کرد، برای سایس ماینس اضافه کرد، برای زوم کچپ اضافه کرد. خب برگر ما مزدار میشه. تنوشیجان کنیم کچپ در مزدار خواهد بود. و اینجا هم امو نان برگر هم رای چپس و تخمه چیزا رو کمانده بود، تنبه ساسج او رو پک میکرد. اینمی پک کردن از می برگر و هیچ اصلا در زندگیات نگرفتم. هر وقتی که در خانه اومده میکنم میخوایم که متصم باید مثل برگر بازار باشه، اما هر چی میکنم نمیشه. یا امو نانش خراب میشه یا خود برگر خراب میشه یا که کاغذ چرس نهی باشه. خب به هر صورت اینجا هم از امو یک تصویر از رستوران گرفتم براتان. واقعا بسیار یک فضای آرام داره، بسیار فضای خوب داره. وقتی که اینجا میری فکر میکنی که ما دیگه در افغانستان هستم. و اینجا هم برگر ما آماده نوشیجان کردن شد. واقعا نگفتنه بونه. بسیار یک برگر خوبه، بسیار یک برگر مزه‌دار. واقعا جایتان خالی دوسته عزیز تو رستوران. و دیگه من آیسته سپس میخواستم طرف خانه برم و ای رو سعی کنم که براتون چی نشان میتم. مردم پاکستان ایفام چی رقص مادر داره یک دونه تایره در بین دکشا میمانن، هیچ اصلا نمیتونی شیشته نیفهمی در کجا بشینین. من اینجا مادر جانم رفته بود نارنج آورده بود. بخاطر از اینکه نارنج در پاکستان هیچ اصلا کسی نمیخوره. از بسیار زیاد از درختاش بسیار زیاد است، اما هیچ کس خوش نداره، هیچ کس نمیخوره اصلا. مثل یک میوه قدر واره اوسم اندازنی چیزش استفاده نمیشم. و دیگه همین نارنجم باید می پر میکه چوریک مادر جانم مده کرد. من بسیار مزه‌دار بود و من بعد از 3 سال نارنج امتحان کردم. دوستان عزیز لطفاً چنل ما رو سابسکرایب کنین. خداحافظ.